جبو تونکرنا کردان اردوغان خوزیا خو بدیتنا الاسد دینه. بازده وی مهی اجانسا رویترز یا ناو دولتی اشکره کر کد ناوا چند هفته ین بوریده سروک سالوخ گریا ترکیه حاکان فیدان لگل سروک سالوخ گریا سوریای علی مملوک جویایه. چافکانیه که گریدای حکومت شام جروی ترزیر دیار کرد که فیدان و مملوک هفته یا بوری لشام هفدیتنه. لگور برپرسکی ترک ایپلا برز و چافکانیه که اولکاریا ترکیه دجوینان ده کار جبو هفدیتنا سروک وزیرین ترکیه و حکومت شام هاتیه کرنه. برپرسی ترک اشکره کریه که روسیا دخوازه هر دو آلیان بگهینه هفه لیبلی یک جکل من مزن اوه که ترکیه دخوازه اپوزیسیونا سوریایی یا گریدای خواه تاو لگوتو بیجن خوین لگل حکومت شامی بکه. لگور چافکانیان جبر مجولبونا روسیای بشر لدج اوکراینای ایزین ایرانی لسوریای خوردتر بونه و اویک نبدل روسیا و ترکیه. لگور دو چافکانی نزی حکومت شامی دانستاندن هر دو آلیان باش پیشکتنه و ایدی نزی هفته گهاشتنه بونه. اردوغان خوزی مهف بدیتا پشتی که بسالان گف و زرد لدش حکومت شامی و بشار الاسد خوارن سر کمار ترکیه رجب طیب اردوغان روش به روش خونزی الاسد دکه و دخوازه برای که هف بش لدش کردین روژاوای کردستان آوا بکه. لگور روزنامه یا حریت یا گریدای حکومت AKP اردوغان خوزیا خوپی آنیه که بشار الاسد لجوینا تاشکنتا ازبکستانی ببینه. نویسکار حریت عبدالقادر سلوی اشکره کر که دشما بوری اردوغان دجوینا که AKP ده اف خوزی آنیه زمان و گوتیه خوزی الاسد بهاتا ازبکستانی ویگاوی ازی لگلوی با آخیف یامه لی مخابن نکاره وره. دریچاوک و آرمانجا ترکیه یا سرکه جوان هفدیتنان خورد کرنا شره لدج بریوه بریا خوصر و کردین روژاوای کردستانیه نمازه که حکومت شامی جی مافین کردان قبول ناکه و اویک دکاره به خالک هفبش آهر دو آلیان. لگورده دی چه جوان دانستاندن و هفدیتین ترکیه و حکومت شامی درکوه و امادکارین کردان لهم بروی هف پیمانیا چاوری کری یا لدج روژاوای کردستانی چنه نیرینا خواه بمره پاروه بکه.